هنگامی که دعا میگویی مانند ریاکاران نباش که آنها دوست می‌دارند در کنش‌ها و گوشه های کوچه ها ایستاده دعا گویند تا که به مردم خود را نشان دهند. لیکن تو وقتی که می‌خواهی دعا گویی به حجره خود درآ و در را بسته به پدر خود که نهان است دعا گوی و پدر تو که نهان بین است به تو آشکارا مکافات خواهد داد. و در وقت دعا چون خلقها پرگویی نکنید، زیرا آنها گمان میکنند که به طفیل پرگویی دعایشان مستجاب می شود. مانند آنها نباشید، زیرا پدر شما تمام احتیاجات شما را پیش از آن که طلب کنید می داند. پس به این مضمون دعا گویید: ای پدر ما که در آسمانی، اسم تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است در زمین هم به عمل آید. رزق و روزی ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز به قرضداران خود میبخشیم و ما را به آزمایش دچار نکن بلکه ما را از ابلیس رهایی ده، زیرا که ملکوت و قوت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.